کانال دیپ لرنینگ این فارسی، دوره LLM from scratch part 1، جلسه دوم، Implementing an Autograd Engine. بچه‌ها فریمورک های اصلی که الان برای دیپ لرنینگ استفاده میشه، یکی تنسورفلوه، یکی پایتورچ، یکی هم جدیداً جکس داره محبوب میشه. تو این دوره ما از پایتورچ استفاده خواهیم کرد. تو این جلسه ما از هیچ فریمورکی استفاده نمی کنیم. ما خودمون میخوایم اتوگراد انجین ایمپلمنت کنیم. حالا ببینیم اتوگراد انجین اصلا چی هست. یک کامپوننت اصلی، در واقع میشه گفت اصلی ترین کامپوننتی که داخل هر کدوم از این فریمورک ها هست، یه چیزی هست به اسم اتوگراد، یعنی اتوماتیک دیفرنشیشن. حالا واسه اینکه بیشتر بفهمیم این چیه، یه مروری از جلسه قبل بکنیم و بعد دقیقاً تعریف کنیم که اتوگراد انجین یعنی چی. جلسه پیش گفتیم که ما پارامترهای نیورال نتورک ها اول میایم رندوم یه عدد میدیم. رندوم که عدد بدیم یه لاس خیلی زیادی هم بهمون میده. بعد تو هر استپ 3 مرحله داره: فوروارد پس، بکوارد پس، updating the parameters. هر کدوم از این خطچینا، هر کدوم از این خط سفیدا یه فوروارد پس داره، یه بکوارد پس داره و آپدیت کردن W ها. فوروارد پس جاییه که برای تمام دیتامون ما میایم اینا رو تو نیورال نتورک تمام ورودی ها رو ضرب در W میکنیم، با هم جمع میکنیم، با بایاس جمع میکنیم، میدیم به اکتیویشن فانکشن. خروجی اکتیویشن فانکشن دوباره میشه ورودی لایه بعدی. دوباره همه این ورودی ها ضرب در W ها با هم جمع، بایاس، اکتیویشن فانکشن، همینجوری میره تا این لاس حساب بشه برای تمام داده‌های ورودی. این زیگما یعنی این که جمع کل اینپوت ها. این میشه فوروارد پس. بکوارد پس همینو برعکس میایم، مرحله به مرحله مشتق میگیریم. تو بکوارد پس ما تمام این لایه ها رو لایه لایه مشتق میگیریم تا مشتق لاس رو نسبت به تک تک این W ها به دست بیاریم و بعد هم این W ها رو آپدیت میکنیم بر اساس اینکه منفی گریدینت. جلسه پیش مفصل توضیح دادیم که ما تو هر استپ این W ها رو در خلاف جهت گریدینت آپدیت میکنیم تا لاس رو مینیمم کنیم. توی بکوارد پس برای اینکه ما مشتق لاس رو نسبت به همه پارامترها، نسبت به همه W ها به دست بیاریم، احتیاج داریم از بک پروپاگیشن استفاده کنیم. بک پروپاگیشن یه چیزیه که از چین رول گرفته شده و ما به این احتیاج داریم به خاطر اینکه یه تابع کامپوزیت لاس فانکشن ما از هزاران تابع تو هم تشکیل شده. ما میایم از فرمول لاس شروع میکنیم، مرحله به مرحله میایم عقب. جلسه پیش گفتیم به این میگیم گلوبال گریدینت، به این میگیم لوکال گریدینت. در هر مرحله ضرب گلوبال گریدینت در لوکال گریدینت، گریدینت لاس رو نسبت به وریبل اون مرحله به ما میده. بعد دوباره حالا خود این میشه گلوبال گریدینت جدید. تو مرحله بعد ضرب در لوکال گریدینت میشه تا گریدینت لاس رو به وریبل اون مرحله به ما بده. با استفاده از بک پروپاگیشن ما مشتق لاس رو نسبت به تمام پارامترها حساب میکنیم تا بتونیم پارامترامون رو آپدیت کنیم. بچه‌ها تو این جلسه یه مفهوم جدیدی رو تعریف میکنیم به اسم کامپیوتیشنال گراف. شما برای هر فرمول ریاضی میتونید کامپیوتیشنال گرافش رو بکشید. الان اینجا برای این ساده ترین فرمول A ضرب در B به اضافه C کامپیوتیشنال گرافش رو میبینید که A ضرب در B میاد اینجا و به اضافه C میاد در اینجا قرار میگیره. توی کامپیوتیشنال گراف ما میایم وریبل ها رو توی مربع میذاریم، این عملگرا رو یا فانکشن ها رو توی دایره. حالا اگه اسم هم بذاریم برای اینا، A ضرب در B رو میذاریم M، کلش هم میذاریم L. خروجی کامپیوتیشنال گراف میشه خروجی این اکسپرشن ما. حالا ما میایم اتوگراد انجین رو روی این کامپیوتیشنال گراف تعریف میکنیم. اتوگراد انجین میاد به ازای هر کامپیوتیشنال گراف از آخر شروع میکنه، مرحله به مرحله مشتق اون آخری، حالا اینجا L گذاشتیم که شبیه نیورال نتورک ها بشه، مشتق لاس رو نسبت به تمام این وریبل های میانی تا ابتدا حساب میکنه با بک پروپاگیشن. بک پروپاگیشن رو به کل این گراف اعمال میکنه، هر دفعه گلوبال گریدینت رو ضرب در لوکال گریدینت میکنه تا مشتق لاس نسبت به مشتق متغیر اون مرحله به دست بیاد. ما میفهمیم که چرا به اتوگراد انجین احتیاج داریم و چرا این کامپوننت اصلی فریمورک های نیورال نتورک، فریمورک های دیپ لرنینگ.
به خاطر اینکه بکوارد پس جاییه که لرنینگ اتفاق میفته. تو هر استپ بکوارد پس ما گریدینت رو حساب میکنیم که بتونیم پارامترامون رو آپدیت کنیم. برای حساب کردن گریدینت ما به اتوگراد انجین احتیاج داریم که تو هر مرحله واسه یه لاس جدید، لاسی که از فوروارد پس به دست اومده، گریدینت رو حساب کنه برای تمام WA که ما بتونیم WA مون رو آپدیت کنیم که یه استپ به نقطه اپتیموم نزدیکتر بشیم. اتوگراد انجینی که امروز از صفر ایمپلمنت میکنیم اسمش هست مایکروگراد که چند سال پیش توسط آندره تو گیت هاب منتشر شد. ما از صفر شروع میکنیم و این اتوگراد انجین رو ایمپلمنت میکنیم و میبینیم که چقدر کار ساده ایه. بعدش با پایتورچ مقایسه میکنیم. بعد میگیم که خب حالا این پایتورچ چه فرقی میکنه با این اتوگراد انجینی که ما خودمون از صفر ایمپلمنت کردیم. خب بچه‌ها از این جلسه ما دیگه میخوایم آستینا رو بالا بزنیم و وارد کد بشیم. شما 3 مدل میتونید این ویدیوها رو ببینید. یکی این که دست به سینه بشینید برید عقب انگار دارید فیلم و سریال تماشا میکنید. یکی دیگه این که همراه من مرحله به مرحله کد خودتون بنویسید. یکی هم یه چیز بین این دوتاست که کد رو دانلود بکنید و هر از چندگاهی اون تیکه هایی که ما کاور کردیم رو ران بکنید. توصیه من اینه که مرحله به مرحله کد رو بنویسید، ویدیو رو پاس کنید، کد رو بنویسید و دوباره پلی کنید. اگر هم این کار رو نمی کنید حداقلش اینه که کد رو دانلود بکنید و همراه ما ران بکنید. این که مثل فیلم و سریال تماشا بکنید خیلی آوتپوت خوبی نداره. بهترین کار اینه که کد رو ایمپلمنت بکنید که هم دستتون قوی بشه تو کد زدن، هم خیلی بهتر متوجه مفاهیم بشید. بریم که شروع کنیم. خب اول ماژولا و لایبرریایی که می‌خوایم ازشون استفاده کنیم و ایمپورت می‌کنیم. بچه‌ها مپ و رندوم جزو استاندارد لایبرری پایتونه. یعنی شما پایتون رو به هر طریقی که نصب کرده باشین مپ و رندوم درش هست. اما نامپای و متپلاتلیب اینجوری نیست. حالا اگه شما از طریق آناکاندا نصب کردید نامپای و متپلاتلیب با خودش داره. اگر نه اینا رو باید نصب کنید که بلدین دیگه. پیپ اینستال نامپای، پیپ اینستال متپلاتلیب. بچه‌ها الان پیشفرض ما اینه که شما پایتون مقدماتی رو بلدید. یعنی الان این تعریف کلاس و اینا رو میدونید، براتون چیز عجیبی نیست. اگر اینا رو بلد نیستید این دوره ویدیوی پیش نیازی داره، اسمش رو گذاشتم جلسه نیم. برین اون جلسه نیم رو اول ببینید که پایتون رو در حد مقدماتی یاد بگیرید، بعد بیایید ادامه بدید. الان فرض ما اینه که شما میدونید کلاس یعنی چی، یه اینستنس از کلاس اینستانشییت کردن یعنی چی و کلاً پایتون رو در حد مقدماتی بلدید. خب ما اول میایم یه کلاس تعریف میکنیم به اسم ولیو. این ولیو قراره چی باشه؟ کامپیوتیشنال گراف بود که راجبش صحبت میکردیم. یه سری وریبل داشت. قراره هر کدوم از اون وریبل ها یه اینستنس از کلاس ولیو باشن و این اتوگراد انجین ما هم تو خود کلاس ولیو تعریف میشه. یعنی این کلاس ولیو هم اون کامپیوتیشنال گراف رو برای ما میسازه و نگه میداره و هم اتوگراد رو روش اعمال میکنه. کل این چیزی که ما امروز توسعه میدیم همین کلاس ولیوه. گفتم رو شکلش هم نشونتون بدم. این مربع ها رو میبینید، این A, B, M, C, L اینا قراره بشن اینستنس های کلاس ولیو. توی پایتورچ یه کلاس هست به اسم تنسور که این متغیرهای کامپیوتیشنال گراف تو کلاس تنسوره. حالا ما کلاس ولیو رو توسعه میدیم و آخر ویدیو با هم مقایسه میکنیم با اون کلاس تنسور توی پایتورچ. خب برگردیم سر کد. بچه‌ها تو پایتون این فانکشن های داخل کلاس که بهش میگن متد، اینستنس متد، اونایشون که با 2 تا آندرسکور شروع میشه و به 2 تا آندرسکور تموم میشه به اینا میگن داندر. داندر از دابل آندرسکور، دابل آندر داندر گرفته شده. این داندر فانکشن ها یه سری معنی خاص دارن. یعنی قرارداده که شما وقتی یه فانکشنی و سر و تهش 2 تا آندرسکور میذاری این یه معنی خاصی میده توی پایتون. این اینیشیالایزر که همتون باهاش آشنا هستید، یعنی اینکه هر وقت ما میخوایم از این کلاس یه آبجکتی و یه اینستنسی و اینستانشییت کنیم این اینیشیالایزر صدا زده میشه. این رپرزنتیشن همانه وقتیه که ما میخوایم اون اینستنس رو پرینت کنیم. یعنی چه بدیم به متد پرینت چه هم همینجوری خالی هم صداش بزنیم اون رو پرینت میکنه. اگه تعریف نکرده باشیم میاد جاشو تو مموری پرینت میکنه. یه چیزی که واسه هیومن خیلی ریدبل نیست.
ولی با این رپرزنتیشن ما خودمون میگیم که آقا وقتی دادیم به پرینت شما چی پرینت کن. حالا بریم اینو اجرا کنیم ببینیم. الان ما اینجا میایم اینستنس A رو از کلاس ولیو اینستانشییت میکنیم. تو اینیشیالایزرش یه ورودی داره که self dot data رو که این وریبل اینستنس میشه مساوی x میذاره و اینجا هم که ما میگیم A رو پرینت کن این خروجی این رپرزنتیشن رو به ما نشون میده که ما خودمون گفتیم که بنویس ولیو و بعدم دیتاش رو به ما نشون بده. خب بچه حالا این کلاس ولیو اگه ما بخوایم اینستنس هاشو با هم جمع کنیم در هم ضرب کنیم عملیات ریاضی روش انجام بدیم نمیتونیم. الان اینجا اگه ما بیایم اینستنس B رو اینستانشییت کنیم A رو به اضافه B کنیم به ما ارور میده. چرا به ما ارور میده؟ چون اینا دیگه اینتیجر پایتون که نیستن، اینا اینستنس های کلاس ولیو هن و ما واسه کلاس ولیو تعریف نکردیم جمع و ضرب و اینا رو، باید تعریف کنیم واسه کلاس ولیو. بچه ها تو این ویدیو ما این کلاس رو هی گسترش میدیم، هی بهش اضافه میکنیم، تمام فانکشنالیتی که لازم داره رو ایمپلمنت میکنیم. شما که همزمان با من دارین کد میزنید لازم نیست هر دفعه دوباره اینو از اول بنویسید. من برای اینکه شما ببینید روال رو، ببینید که هر دفعه ما چی اضافه کردیم، هر دفعه اینو از اول می نویسم. شما لازم نیست این کارو بکنین. واسه اینکه شما راحت تر باشید هر مرحله جلوی خطهای جدید، جلوی چیزهایی که اضافه شده، من این علامت حالا هشتگ یا پاوند ساین یا هر چی که اسم این هست اینو اضافه میکنم. شما هر دفعه فقط اون بخشایی که جلوش این علامت رو داره به کدتون اضافه بکنید. خب گفتیم که میخوایم این قابلیت جمع رو اضافه کنیم. یه داندر فانکشنی هست به اسم اد که بین دو تا دابل آندرسکوره. این داندر فانکشن اده. اگه ما این رو واسه کلاس ولیو تعریف کنیم دیگه اون وقت میتونیم اینستنس‌هاش رو با هم جمع کنیم و اینم که تعریفش خیلی ساده است. ما داخلش میایم یه ولیوی جدید تعریف میکنیم، ورودیش هم میذاریم self.data plus other.data. other ورودی این فانکشنه. این عملگر جمع فقط یه دونه ورودی داره، اسم ورودی رو میذاریم other، بعد دات دیتا شو با self دات دیتا، self هم که به خود اینستنس فعلی اشاره داره بلدیم، اینو به عنوان ورودی میدیم به این اینستنس جدید که داریم اینستانشییت میکنیم و اونا که برگردونیم این دیگه میشه خروجی متد جمع برای کلاس ولیو. خب دیگه حالا ما میتونیم جمع کنیم. دیگه اگه ما دو تا اینستنس از این کلاس داشته باشیم A به اضافه B رو این میفهمه. بچه‌ها یه نکته رو توجه داشته باشید، هر دفعه که ما تعریف کلاس رو آپدیت میکنیم باید اینستنس های اون کلاس رو دوباره اینستانشییت کنیم. الان ما A رو قبلا داشتیم ولی اینجا دوباره اینستانشییت میکنیم چون با کلاس ولیو قبلی اینستانشییت شده بود. حواستون باشه که به ارور میخورید اگه هر بار که کلاس رو آپدیت کردید اینستنس هاشو دوباره اینستانشییت نکنید. الان این A به اضافه B رو که انجام بدیم همینطوری که انتظار داریم جمع میکنه و اون رپرزنتیشنش هم بهمون نشون میده. چه اتفاقی میفته؟ هر بار A به اضافه B رو ما انجام میدیم اون پشت صحنه میره داندر فانکشن اد و صدا میزنه. یعنی هیچ فرقی نمیکنه ما بنویسیم A به اضافه B یا بیایم داندر فانکشن اد و برای A صدا بزنیم. الان اینم دقیقاً همون خروجی قبل رو به ما خواهد داد. خب حالا میایم همین کار رو دقیقاً واسه ضربم انجام میدیم، مالتیپلیکیشن. یه داندر فانکشنی هست MUL که این مال بین دوتا آندرسکور عین اد، این برای ضربه. تعریفش هم اینجا خیلی ساده است دیگه، عین قبل ما میایم self.data رو ضرب در other.data میکنیم، میدیم به ورودی اینیشیالایزر این اینستنس جدید و این میشه ضرب برای کلاس ولیو. الان دیگه ما میتونیم ضرب کنیم، میایم A و B رو دوباره اینستانشییت میکنیم. چرا؟ چون کلاس ولیو رو آپدیت کردیم باید دوباره اینستانشییت کنیم و A ضرب در B رم الان این میفهمه. الان ما A ضرب در B به علاوه C رم میتونیم انجام بدیم چون هم ضرب رو تعریف کردیم هم جمع و هیچ فرقی نمیکنه. ما هم میتونیم بنویسیم A ضرب در B به اضافه C، هم میتونیم خود داندر فانکشناشو بنویسیم، داندر فانکشن ضرب رو برای A صدا بزنیم و بعد برای خروجیش داندر فانکشن اد رو صدا بزنیم. میبینیم که دقیقاً یک چیزه.
خب حالا میایم کلاس ولیو رو باز گسترشش میدیم، میایم به اینیشیالایزر یه آرگومنت جدیدی اضافه میکنیم به اسم چیلدرن. این چیلدرن قراره چی باشه؟ این چیلدرن قراره نگه داره که کدوم دوتا اینستنس این ولیو با هم جمع شدن یا به هم ضرب شدن یا هر فانکشنی دیگه بهشون اعمال شد که این اینستنس جدید رو ساختن. چرا این چیلدرن رو نگه میداریم؟ چون اگه یادتون باشه کلاس ولیو قرار کامپیوتیشنال گراف ما رو هم بسازه. تو کامپیوتیشنال گراف ما لازمه که بدونیم که هر وریبل چیلدرناش چی هن. یعنی کدوم دوتا اینستنس با هم جمع شدن، ضرب شدن یا هر چیزی که این اینستنس فعلی رو ساختن. ما میایم یه چیلدرن تعریف میکنیم که یه تاپله و دیفالت وریوش هم خالیه. میایم self.pref که واسه مخفف پریویسه میذاریم چیلدرن. حالا توی اد و مالتیپلیکیشن، توی داندر فانکشن جمع و ضرب، میایم این سلف آدر هم میدیم تو اینیشیالایزر به عنوان چیلدرن. چرا؟ چون توی جمع و ضرب این سلف آدر با هم جمع شدن یا در هم ضرب شدن که این اینستنس جدید، این آوتپوت به وجود اومد. بنابراین سلف آدر میشن چیلدرنای این آوتپوت. خب حالا با این تعریف جدید کلاس ولیو، اگه ما بیایم این اینستنس دی رو تعریف کنیم a ضرب در b به اضافه c، حالا اگه d.prev رو صدا بزنیم که چیلدرن دی رو به ما نشون بده، این یه چایلدش a ضرب در b، یه چایلدش هم c، همینطور که اینجا میبینین، چون اول a ضرب در b شده و بعدم به اضافه c شده. چون که a ضرب در b و c اون دوتا اینستنسی هن که دی رو ساختن، پریو دی چیلدرن دی شد a ضرب در b و c. خب بچه حالا ما میایم دوباره کلاس رو گسترش میدیم، آپریشن هم نگه میداریم. یا آرگومنت جدید میدیم به اینیشیالایزر به نام آپریشن. این هدفش اینه که واسه ما نگه داره که چیلدرن چه آپریشنی روشون اتفاق افتاد. آیا با هم جمع شدن، با هم ضرب شدن یا هر چیز دیگه‌ای که هنوز تعریف نکردیم. این آپریشنشون هم میخوایم نگه داریم. تو self.op میذاریم. حالا اون داندر فانکشن اد و ضرب باز یه متغیر دیگه هم، یه آرگومنت دیگه هم بهش میدیم که جمع و ضرب رو توی استرینگ برای ما نگه داره به عنوان آپریشن. خب الان دوباره اگه دی رو اینستانشییت کنیم، آپریشن دی هم میشه جمع، چون a ضرب در b به اضافه c شده دی رو ساخته. چیلدرنش هم که داشتیم، خود ولیو دی هم که هست 4. خب کلاس ولیو رو باز گسترش میدیم. این دفعه میایم لیبل و گراد رو اضافه میکنیم. بچه اول راجع به لیبل صحبت کنیم. لیبل چیه؟ این اینستنس های ما از کلاس ولیو میتونیم بهشون یه لیبل بدیم. این فقط وقتی که اینا رو ما میخوایم ویژوالایز کنیم این لیبل به کار ما میاد. هنوز ما اینا رو ویژوالایز نکردیم، تو مرحله بعد ویژوالایز میکنیم. این لیبل قراره اون اسمش باشه تو اون ویژوالیزیشن. حالا ویژوالایز که کردیم میفهمیم. یه دونه هم دات گراد، ما میخوایم دیگه وارد کم کم اون اتوگراد انجین بشیم. این دات گراد قراره چی رو نگه داره؟ قراره مشتق لاس و نسبت به این متغیر نگه داره. مشتق در واقع خروجی اون کامپیوتیشنال گراف و نسبت به این اینستنس ولیو نگه داره و این دیگه توی ورودی اینیشیالایزر نیست، به خاطر اینکه وقتی ما یه اینستنس رو اینیشیالایز میکنیم دیفالت ولیو اینو میذاریم 0 و بعد میبینیم که حالا چجوری این گراد ما به دست میاریم. خب قبل از اینکه ادامه بدیم، ما دلمون میخواد بتونیم اینا رو بکشیم. ما داریم کامپیوتیشنال گراف رو میسازیم دیگه، دلمون میخواد بتونیم این کامپیوتیشنال گراف رو ویژوالایز کنیم که ببینیم چه اتفاقی میفته. برای این کار میایم از لایبرری گراف ویز استفاده میکنیم. بچه ها من این کد و توضیح و تفسیرش رو نمیدم، به خاطر اینکه فوکس ما الان روی نیورال نتورکه. بخوایم وارد این کد بشیم تمرکزمون به هم میخوره از کار اصلی خودمون. ولی یه چیز ساده ایه، شما میتونید برین داکیومنتیشن گرافیز رو بخونید و ببینید که این کد خیلی چیز ساده ای هست. فقط این نکته رو بهتون بگم، برای نصب گرافیز اگه شما از آناکاندا استفاده میکنید باید بزنید کاندا اینستال گرافیز، بعدش کاندا اینستال پایتون داش گرافیز، یعنی 2 تا دستور کاندا اینستال باید بزنید، یه دونه برای گرافیز، یه دونه هم پایتون خط تیره گرافیز. اگر از پیپ استفاده میکنید همون پیپ اینستال گرافیز کافیه. بچه ها این کد رو دانلود کنید، این خونه 21
برین سل 21 رو کپی پیست کنید. اگه دلتون خواست این کد خودتون بررسی کنید، ببینید خیلی چیز ساده ایه، ولی همونطور که گفتم ما واردش نمیشیم که حواسمون از کار خودمون پرت نشه. خب دیگه بریم سر وقت نورون. ما از جلسه قبل یادمونه که تو نورون ما گفتیم به ازای هر ورودی یه ویت متناظر داریم، بعد این ورودی ها رو تو ویت ها ضرب میکنیم، با هم جمع میکنیم، به اضافه بایاس میکنیم، میدیم به اکتیویشن فانکشن. اینجا یه x1 و x2 تعریف میکنیم به عنوان ورودی، لیبلش هم میذاریم x1 و x2. یه w1 و w2 هم ویت های متناظرشه، لیبلش هم میذاریم، بایاس هم که بایاسه. خب اینو اینجا، خب الان ما میایم این x1 w1 رو به اضافه x2 w2 به اضافه بایاس میکنیم. تو a1 x1 w1 رو میذاریم، تو a2 x2 w2، تو s جمعشون، تو n هم جمعشون با بایاس. حالا اینو بیایم رسم کنیم، بیایم این ویژوالایزیشنمون ببینیم کار میکنه. میبینیم که برای ما رسم کرد. الان قشنگ یه نورون رو برای ما رسم کرد و ما تک تک این اینستنس های کلاس ولیو رو هم میبینیم که این اولی لیبلشه، این دیتاشه، اینم گردشه که این گرد گفتیم قرار مشتق لاس و نسبت به این وریبل نگه داره. الان فعلا برای همه صفره، هنوز وارد نشدیم که این گردا رو چجوری باید مقدار بدیم. الان یه نورون رو برای ما کاملا اینجا رسم کرد. چی کم داره؟ اکتیویشن فانکشن. برای اینکه بتونیم اضافه بکنیم ما احتیاج داریم که بیایم تعریف کلاس ولیو رو آپدیت بکنیم و اینجا یه متد تنیچ هم اضافه بکنیم. جلسه قبل یادتون هست که یکی از اکتیویشن فانکشن های خیلی معروف و رایج تانژانت هایپربولیکه، بهش میگن تنیچ، که ورودی رو بین -1 تا 1 مپ میکنه. حالا واسه پیاده کردن تنیچ خود نامپای تنیچ داره، ما فعلا از همون تنیچ نامپای استفاده میکنیم، بعد در ادامه خودمون تنیچ رو مستقیم هم ایمپلمنت میکنیم. پیاده سازی این متد خیلی ساده میشه. ما یه اینستنس جدید از کلاس ولیو تعریف میکنیم، به عنوان دیتا numpy.tanh رو صدا میزنیم، self.data رو بهش میدیم. واسه چیلدرنش هم در واقع این فقط یه چایلد داره، فقط همون سلف چیلدرنشه، به خاطر اینکه تنیج یه اپراتوریه که یه دونه آرگومنت داره و آپریشنش هم که میشه همون تنیج. لیبل هم لازم نیست بدیم، چون لیبل رو قبل ویژوالیزیشن خودمون هر دفعه تصمیم میگیریم لیبل رو چی بذاریم. بچه‌ها دقت دارید دیگه، اینا چون دیفالت ولیو داره، اپریشن و لیبل چون دیفالت ولیو داره، ما لازم نیست هر جای اینستنس جدید اینستنشیت میکنیم حتما مقادیر اینم بدیم. الان ما اینجا اصلا لیبل رو ندادیم، خودش مساوی همین استرینگ خالی میذاره، بعد موقع ویژوالیزیشن هر چی خودمون خواستیم بهش میدیم. خب تعریف کلاس رو که آپدیت کردیم، حالا این همون چیزی که از قبل داشتیم، همون نورون بدون اکتیویشن فانکشن، تهش رسیدیم به این n. حالا n.tanh رو صدا میذاریم تو o، لیبلش هم میذاریم output. حالا اینو اگه رسم کنیم میبینیم که نورونمون دیگه کامل شد. الان دیگه تنیچ هم داره، الان دیگه اکتیویشن فانکشن هم داره. یه نورون کامل و ما کامپیوتیشنال گرافش رو کشیدیم. الان باید شروع کنیم این گردا رو مقدار دادن. گردا چی بودن؟ مشتق لاس نسبت به هر کدوم از این وریبل‌ها. حالا من میگم مشتق لاس، منظورم یعنی مشتق آخرین وریبل تو این کامپیوتیشنال گراف ما که اینجا الان آوتپوته. الان اینجا ما مشتق آوتپوت رو نسبت به تک تک این وریبل ها حساب میکنیم. تو نیورال نتورک ما میخوایم لاس رو به دست بیاریم و مشتق لاس رو حساب کنیم تا بتونیم پارامترها رو آپدیت کنیم. الان اینجا که ما یه نورون رو کشیدیم، خروجی این کامپیوتیشنال گراف میشه این آوتپوت و الان تک تک این گردا میشن مشتق آوتپوت with respect to، به نسبت اون اینستنس های ولیو، اون وریبل های کامپیوتیشنال گراف. خب اتوگرد انجین قراره اینو واسه ما اتوماتیک حساب کنه دیگه. اول ما یه دور دستی حساب میکنیم، منوال حساب میکنیم که بفهمیم چجوری باید حساب کنیم تک تک این گردا رو، بعد اتوماتیکش میکنیم. اتوماتیکش که کردیم دیگه اتوگرد انجینمون رو به دست آوردیم. بچه ها اول میایم یه بار دیگه اینا رو تعریف میکنیم. این تنها فرقش اینه که مقدار این ولیو بایاس و این مقدار عجیب غریب میدیم. برای چی این مقدار عجیب غریب با اینجا گذاشتم؟ چون میخوام این گردا روند بشه. برای اینکه میخوایم دستی حساب کنیم، میخوایم این گردا روند بشه. این بایاس رو اگه این مقدار بذارید، اون وقت این گردا یه چیز روندی در میاد. خب اول از آخری شروع میکنیم.
بچه ها مشتق هر چیزی with respect به خودش میشه یک. بنابراین این همون آوتپوت ما، اسم اینستنس ولیوش هست او، ما لیبلش رو گذاشتیم آوتپوت. دقت دارین که لیبل با اون اسم اینستنس میتونه دو تا چیز مختلف باشه. ما او دات گرد رو میذاریم یک. چرا؟ به خاطر اینکه مشتق هر چیزی with respect به خودش میشه یک، یعنی این گرد آخر میشه یک، همیشه گرد آخر یکه. حالا مرحله به مرحله میایم پایین، هر دفعه global gradient رو ضرب در local gradient میکنیم تا مشتق output به نسبت وریبل اون مرحله به دست بیاد. الان global gradient ما یکه، local gradient ما میشه مشتق تنیج. ما از تو ریاضیات میتونیم مشتق تنیج چیه. مشتق اینجا فرمولش رو نوشتم، مشتق تنیج x میشه یک منهای تنیج x به توان 2. بنابراین اینجا مشتق تنیج n میشه یک منهای تنیج n به توان 2. ولی تنیج n هم همون او دیگه. ما وقتی n رو دادیم به تنیج خروجی شد آوتپوت یا او. بنابراین n دات گراد میشه global gradient ضرب در local gradient. global gradient ما که اینجا یکه، هر چیزی ضرب در یک میشه، خودش کاری نداریم. local gradient مون هست یک منهای تنیج n به توان 2. تنیج n به توان 2 میشه همون او داد دیتا به توان 2. و الان اگه رسم کنیم میبینیم که n هم دیگه گردش مقدار داره، گردش میشه نیم. ما اون بایاس اون مقدار عجیب غریب دادیم که اینا حالا همه دیگه روند میشن. حالا باز ادامه میدیم، همینجوری ادامه میدیم تا مشتق آوتپوت رو نسبت به تک تک وریبل‌ها به دست بیاریم. بچه ها قبل از اینکه ادامه بدیم یه لحظه برگردیم به اسلاید، یه یادآوری بکنیم که مشتق توابع چند متغیره رو چجوری به دست می آوردیم. بچه ها فرض کنید این یه تابع چند متغیره است، a ضرب در b به اضافه c. وقتی ما میخوایم مشتق اینو with respect تو هر کدوم از اینا بگیریم، فرض میکنیم بقیه متغیرها عدد ثابتن. الان مثلا مشتق این with respect to a میشه b، چون وقتی میخوایم with respect to a مشتق بگیریم فرض میکنیم b و c عدد ثابتن. به همین طور with respect to b میشه a و with respect to c میشه یک، به خاطر اینکه c دیگه ضریب نداره، ضریبش یکه. این یه یادآوری بود از ریاضیات که ما وقتی یه تابعمون چند تا متغیر داره چجوری مشتق میگیریم. حالا برگردیم به کد، کار خودمون رو ادامه بدیم. خب الان اینجا ما مشتق n هم گذاشتیم نیم، یعنی مشتق output with respect to n میشه نیم. الان این نیم گلوبال گریدینت جدیده، برای اینکه برای b و اینم s بود که لیبلش رو گذاشتیم این. وقتی میخوایم گرد b و گرد s رو مقدار دهی کنیم باید گلوبال گریدینت رو ضرب در لوکال گریدینت کنیم. لوکال گریدینت چون جمعه، این دوتا با هم جمع شدن، لوکال گریدینت میشه یک. الان گفتیم که وقتی جمعه اینا هیچ کدوم ضریب ندارن، بنابراین لوکال گریدینت یکه، بنابراین گرد این دوتا میشه همون گلوبال گریدینت که نیم هست. خب اینجا ما میایم s دات گرد و b دات گرد هم میذاریم نیم و دوباره میکشیم. الان میبینیم که s و b هم دیگه گردشون مقدار داره. الان این گرد یعنی چی؟ یعنی دی output with respect to s، دی output with respect to b. باز ادامه میدیم. بایاس که دیگه چیلدرنی نداره، همینجا تموم میشه. s خودش دوتا چیلدرن داره. دوباره اینجا جمعه، چون جمعه لوکال گریدینت یکه، چون اینا ضریب ندارن. اینا A1 و A2 هن که لیبلاشون x1w1 x2w2. چون اینا جمعه و لوکال گریدینت یکه و اینا ضریب ندارن، دوباره گلوبال گریدینت که همون نیمه میاد ضرب در لوکال گریدینت که یکه میشه و A1 دات گرد و A2 دات گرد هم میشن نیم. حالا اینا رو هم مقدار میدیم، دوباره رسم میکنیم. الان دیگه A1 و A2 هم گرد دارن. خب حالا رسیدیم به مرحله آخر. اینجا دیگه ضربه، اینجا دیگه نیم نیست، دیگه لوکال گریدینت یک نیست چون اینا ضربه. الان اینجا W1 دات گرد میشه x1 دات دیتا ضرب در A1 دات گرد. x1 دات دیتا چیه؟ لوکال گریدینتشه. چرا؟ به خاطر اینکه W1 ضریبش x1،
x1 ضریبش w1 ضریبش میشه local gradient ضرب در global gradient که برای w1 و x1 global gradient میشه a1 دات گراد، برای w2 و x2 global gradient میشه a2 دات گراد. الان اینجا جفتشون نیمه، جفتش برابره، ولی ممکن بود نباشه چون این x1 و w1 children a1 هن، x2 و w2 children a2. برای x1 و w1 global gradient a1 دات گراده، برای x2 و w2 a2 دات گراد. local gradient هر کدوم هم میشه اون یکی چون ضریبشونه. بنابراین اینا رو مقدارش رو میدیم. الان دیگه تمام این نورون ما که کامپیوتیشنال گرافش رو کشیدیم، تمام این اینستنس های ولیو اینا همه گرداشون مقدار داره. گرد x1 شد -1 کنیم، w1 شد 1، x2 شد 0، w2 x2 هم شد نیم. خب بچه ها خسته نشدین که؟ هر وقت خسته شدین ویدیو رو پاس کنید، برید یه آبی، خرمایی، چایی چیزی بخورین بیاین که خستگیتون در بره. الان ما تمام گردا رو دستی حساب کردیم، منیوالی حساب کردیم. اوتو گراد انجین قرار همه اینا رو اتوماتیک حساب کنه. ما اول دستی حساب کردیم که بفهمیم چه اتفاقی میفته، حالا همه اینا رو میخوایم اتوماتیک کنیم. واسه اینکه اتوماتیک کنیم باید دوباره کلاس ولیو رو گسترش بدیم. خب الان کلی چیز به کلاس ولیو اضافه شد. قبل از اینکه توضیح بدم که چه چیزایی اضافه شد، اینجا ما از یه چیز جدیدی استفاده میکنیم تو پایتون به اسم لامدا نوتیشن. اول بریم رو اسلایدا، من این لامدا رو برای اونایی که نمیدونن چیه توضیح بدم، بعد برمیگردم دوباره به کلاس ولیو. لامدا فانکشن یه روش تعریف فانکشن ها تو پایتون چجوری تعریف میکنیم؟ مینویسیم def اسم فانکشن، آرگومنتاش، بادیش. یه روش دیگه هم هست که تو یه خط یه فانکشن رو تعریف کنیم، بهش میگن لامدا نوتیشن. سینتکسش اینطوریه، یه کیورد لامدا، بعد جلوش آرگومنتس همون ورودی های فانکشن، بعدم بادی فانکشن که اینجا میگیم اکسپرشن. لامدا رو وقتی میتونیم استفاده کنیم که اون بادی فانکشن فقط یه خطه، یه نیم خطه. یه نیم خط فرمول ریاضیه، یه فرمول الگوریتمیه. یه اسمال فانکشن انانیمس یعنی چی؟ یعنی اسم نداره. خب این اسمش چی شد؟ اسم نداره. هرچند ما اینو میتونیم مساوی یه چیزی بذاریم، اگه مساوی یه چیزی بذاریم اون میشه اسمش، اگر نه انانیمس، اسم نداره. یه سینگل اکسپرشن فقط داره، ریزالت اونو برمیگردونه. کجا استفاده میشه؟ یه سری بیلتین فانکشن هست تو پایتون، مثل مپ، مثل فیلتر، مثل سورت، مثل زیپ. اینا یکی از ورودیاشون یه فانکشن میگیره، معمولا یه فانکشن کوچیک که یک بار مصرف که میخوایم فقط یه بار تعریف کنیم، به عنوان ورودی به این بدیم و دیگه هم کاری باش نداریم، دیگه هم استفاده ای نداره، از این لامدا نوتیشن استفاده میکنیم. خب حالا یه چند تا مثال ببینیم. مثلا اینجا فانکشن اسکوئر میتونیم بنویسیم مساوی لامدا x 2 x به توان 2. این لامدا x 2 x به توان 2 دقیقاً معادل این سمت راستیه. عین اینکه اسکوئر رو اینجوری تعریف کنیم، تعریف خود رسمی فانکشن تو پایتون که یه ورودی x میگیره و x به توان 2 رو ریترن میکنه. اینجا ما اومدیم این لامدا رو مساوی اسکوئر گذاشتیم، بنابراین الان این فانکشن ما اسمم داره، اسمش اسکوئره. بعضی وقتا مساوی هیچی هم نمیذاریم، به طور همین انانیمس ازش استفاده میکنیم. الان اینجا ما پرینت رو صدا میزنیم با اسکوئر که ورودیش 5، هیچ فرقی نمیکنه چه اسکوئر رو اینجوری تعریف کرده باشیم چه حالت سنتی، کاملا آوتپوت یه چیزه. یه مثال دیگه، اینجا همون مپ که گفتم به عنوان ورودی یه فانکشن میگیره، به این ورودی مپ دیگه ما اینجا لامدا رو هیچ اسمی هم بهش نمیدیم، به طور انانیمس به عنوان یه ورودی مپ، به عنوان یه آرگومنت مپ اینا استفاده میکنیم و دیگه هم این دور ریخته میشه، استفاده ازش نمیشه. به این میگن لامدا نوتیشن. ما چه استفاده ای از لامدا میکنیم؟ ما به عنوان یه پلیس هولدر استفاده میکنیم. ما الان یه متد جدید تعریف میکنیم به اسم underscore backward. این underscore backward رو میخوایم بگیم آقا اول مساوی هیچیه. برای این هیچی لامدا نوتیشن رو اینجوری تعریف میکنیم که لامدا هیچ آرگومنتی نداره، 2 نان. ما اگه نمیخواستیم از لامدا نوتیشن استفاده کنیم میتونستیم این کارو بکنیم، یه فانکشن تعریف کنیم به اسم do nothing که نان رو ریترن میکنه، بعد self dot underscore backward رو میذاشتیم do nothing.
اگه با این لامدا نوتیشن خیلی مشکل دارید میتونید این خط تا کامنت کنید، به جاش این 3 خط تا از کامنتی در بیارید. ولی میبینید که اینجوری خیلی تمیزتر و جمع جورتر و خاناتره. اینجا ما از لامدا نوتیشن برای تعریف یه پلیس هولدر تو آندرسکور بکوارد که قراره یه متد اینستنس متد باشه استفاده کردیم. خب حالا این آندرسکور بکوارد اصلا چی هست؟ این یه اینستنس متده که گرد چیلدرنا رو حساب میکنه. یعنی چی؟ یعنی هر اینستنس از کلاس ولیو یه متد داره به اسم آندرسکور بکوارد که چیلدرناش رو گرد میده. بچه‌ها ببینید ما این اینستنس های کلاس ولیو چجوری ساخته میشن. هر بار ما یه متد اد داریم، ضرب داریم یا فانکشن های دیگه داریم، تنیج داریم، هر دفعه میاد از چیلدرنا یه آوتپوتی ساخته میشه. حالا واسه تمام اون آوتپوت ها ما یه آندرسکور بکوارد تعریف میکنیم که چیلدرنایی که اینو ساختن و گردشون رو بده. گردشون چیه؟ گلوبال گریدینت ضرب در لوکال گریدینت. مثلا بیاین بچه‌ها موس منو ببینید. الان متد اد ما چجوری تعریف میکنیم؟ میگیم یه اینستنس ولیو که به عنوان ورودی self.data به اضافه other.data رو میگیره و self و other هم چیلدرنشن. حالا برای این آوتپوت همینجا میایم یه فانکشن آندرسکور بکوارد تعریف میکنیم که سلف آدر رو گرد میده. بعد این آدر آندرسکور بکوارد رو مساوی این آندرسکور بکوارد که اینجا تعریف کردیم میذاریم. ما اول کار اینا مساوی لامدا نان گذاشتیم دیگه. اول کار ناتینگه. اینجا که اینستنشییت میشه ناتینگه. اینجا مساوی این فانکشنی میشه که براش تعریف کردیم. این فانکشن چی کار میکنه؟ میاد سلف آدر رو گرد میده. چجوری گرد میده؟ لوکال گریدینت ضرب در گلوبال گریدینت. این سلف آدر چون با هم جمع شدن لوکال گریدینتشون یکه، چون ضریب ندارن، چون با هم جمع شدن. گلوبال گریدینتشون هم که گریدینت همین نود پدرشونه. حالا اگه اسم اینو بذاریم پدر، چون به اینا میگیم چیلدرن، به اینم بگیم پدر. سوال شاید شما بگید این آوتپوت داد گرد رو که خب ما نداریم. جوابش اینه که این آوتپوت خودش دوباره چایلد یه ولیو دیگه است. شما کامپیوتیشنال گراف رو در نظر بگیرید. این آخری و خودمون دستی همیشه گردش رو مساوی 1 میذاریم به خاطر اینکه مشتقش with respect به خودش میشه 1. اینا که مساوی 1 گذاشتیم، حالا داد بکوارد رو واسه این آخری صدا میزنیم. خودش هم دیگه گردش مقدار داره. حالا برای تمام چیلدرنای این ما گرد رو حساب میکنیم. الان دیگه اینا گرد دارن. حالا واسه اینا آندرلاین بکوارد رو صدا میزنیم. دوباره واسه لایه بعد آندرلاین بکوارد رو صدا میزنیم. همینطوری این بک پروپاگیت میکنه. ما اول آخری رو دستی میدیم 1. اینا که دستی دادیم 1 میتونیم یه لایه قبلی رو حساب کنیم گرداشونو. دیگه گلوبال گریدینتش مقدار داره. حالا برای اینا که گرداش رو به دست آوردیم لایه بعدی همینجوری بک پروپاگیشن رو با استفاده از این متدای آندرسکور بکوارد حساب میکنیم. خب حالا ما هر چیزی داریم، هر متدی داریم که یه آوتپوت تولید میکنه، باید آندرسکور بکواردش هم تعریف کنیم. الان برای ضرب هم همینطوره دیگه. برای ضرب منتها لوکال گریدینت دیگه میشه other.data، چون اینا ضریب همن. واسه سلف local gradient میشه other.data، واسه other میشه self.data. واسه تانژانت هایپربولیک فقط یه دونه سلف داره دیگه، یه دونه چیلدرن داره. میدونیم که لوکال گریدینتش میشه 1 منهای تنیچ به توان 2 ضرب در همون گلوبال گریدینت میکنیم. الان واسه هر 3 تا متدمون که یه آوتپوت تولید میکنه ما آندرسکور بکوارد رو تعریف کردیم و اینا اینجا مقدار دادیم. خب حالا بیایم واسه کل نورونمون دیگه گردا رو الان اتوماتیکلی مقدار بدیم. ما اول منیوالی حساب کردیم، حالا که این قابلیت رو به کلاس ولیو اضافه کردیم حالا دیگه بیایم اتوماتیکلی حساب کنیم. خب حالا بیایم دوباره تعریف کنیم. این دقیقاً همون نورونیه که داشتیم. الان ما رسمش هم می‌کنیم، می‌بینیم که گردا همه صفره. الان شروع کنیم اینو این دفعه اتوماتیکلی. خب اول گفتیم میایم آخری و دستی 1 میدیم، چون مشتق هر چیزی with respect به خودش میشه 1. آخری و دستی 1 دادیم. حالا میایم از لایه آخر به ترتیب لایه آندرسکور بکوارد رو صدا میزنیم. الان واسه این لایه آخر آندرسکور بکوارد رو که صدا بزنیم، الان این لایه یکی مونده به آخر، این n گردش مقدار گرفته.
بله n گردش مقدار گرفته. از قبلم یادمون هست که مقدارش همین نیم بود، دستی هم که حساب کردیم همین نیم شد. الان برای این میایم آندرسکور بکوارد رو صدا میزنیم تا دوباره یه لایه قبلی گردش مقدار بگیره. الان برای n که صدا زدیم، الان این بایاس و اسم اینم گذاشته بودیم s، بایاس و s هم گردشون به دست اومد و دوباره مثل قبل شد نیم. حالا بایاس دیگه چیلدرن نداره، ولی اگه واسه اینم بکوارد رو صدا بزنیم هیچ عیبی نداره، یعنی هیچ اتفاق بدی نمیفته اگه واسه یه ولیویی که چیلدرن نداره ما آندرسکور بکوارد رو صدا بزنیم، دوباره همون چیز قبلی رو بهمون میده. خب الان میایم برای این که اسمش گذاشتیم s آندرسکور بکوارد رو صدا میزنیم، دوباره یه لایه قبلتر گردا رو به دست آوردیم، گرد A1 و A2 هم به دست اومد. الان برای A1 و A2 هم آندرسکور بکوارد رو که صدا بزنیم، الان دیگه تمام این نورون ما، تمام این گردا برای این اینستنس های کلاس ولیو به دست اومدن. همونایی که دفعه پیش دستی حساب کردیم، منوال حساب کردیم، الان اتوماتیکلی حساب کردیم. خب مسئله‌ای که الان باش روبرویم اینه که این آندرسکور بکوارد رو به چه ترتیبی صدا بزنیم. الان این کامپیوتیشنال گرافی که ما باش کار می‌کردیم مال یه دونه نورون بود، خیلی کوچیک بود. ما چشمی کاملا تشخیص میدادیم که به چه ترتیبی باید اینا رو صدا بزنیم. ولی تو نیورال نتورک های بزرگ، یه کامپیوتیشنال گراف خیلی بزرگ پیچیده میشه. دیگه ما باید یه فرمولی، یه راهی داشته باشیم که اینا رو تاپولوژیکلی سورت کنه، که ما بدونیم اول باید برای این صدا بزنیم، بعد برای این، بعد برای این. برای این کار میایم از جستجوی اول عمق، depth first search استفاده میکنیم که اینا رو تاپولوژیکلی سورت کنیم. بچه ها اینم چون به طور مستقیم ربطی به نیورال نتورک نداره و یه مسئله الگوریتمیه، ما اینجا کدشو میذاریم ولی مثل اون ویژوالایزیشن کدشو دیگه بررسی نمی کنیم، به خاطر اینکه هر جلسه شما یه مقدار محدودی چیز میتونید یاد بگیرید. ولی اونایتون که علاقه‌مندین برین خودتون کدو نگاه کنید، خیلی ساده است، همون از جستجوی اول عمق حساب میکنه که اینو تاپولوژیکلی سورت کنه، که ما بدونیم که این آندرسکور بکوارد رو به این ترتیب اگه صدا بزنیم همیشه برای اون نود پرنت ما اینو زودتر صدا زدیم تا نود چیلدرن. هدف ما همینه دیگه، که همیشه برای پرنت زودتر از چیلدرن صدا بزنیم. ما احتیاج به یه متد سورت داریم که اینو تاپولوژیکلی برامون سورت کنه. کدش به این صورت هست. این کد میاد به ما یه متد بیلد توپو رو میده که اینو تاپولوژیکلی برای ما سورت میکنه. الان این سورت شده شه. خب ما میایم دوباره این نورونمون رو تعریف میکنیم و رسم میکنیم. الان همه گردا صفرن. الان میخوایم دیگه این آندرسکور بکوارد هم خودمون دستیت واسه حلایه صدا نزنیم. دیگه ما یه متد داریم که برامون سورت میکنه. این تیکش هم اتوماتیک کنیم. فقط میایم آخری و مساوی 1 میدیم، بعد این متد بیلد توپو برای ما سورت میکنه. منتها این از اول به آخر سورت میکنه، ما از آخر به اول میخوایم. واسه همین ریورسدش، رو ریورسدش ما به ترتیب نودا رو صدا میزنیم آندرسکور بکوارد. الان این کارو که بکنیم، الان اگر که رسم بکنیم میبینیم که تمام این ولیوهای ما دیگه گردشون مقدار دادن. دیگه این آندرسکور بکوارد هم خودمون دستی صدا نزدیم، دیگه همه چی اتوماتیک شد. بچه‌ها دقت دارین که ما اتوگراد انجینمون رو دیگه تقریبا ساختیم. حالا یه مشکل کوچیکی داره که در ادامه بهش میرسیم. خب حالا اینم بیایم به خود کلاسمون اضافه کنیم دیگه. این که تاپولوژیکلی سورت کردیم و اتوماتیکش کردیم، اینم بیایم به تعریف کلاس اضافه کنیم. ما میایم به کلاسمون یه متد بکوارد براش تعریف میکنیم بدون آندرسکور. قبلی آندرسکور بکوارد بود، این بکوارد بدون آندرسکور همون کد قبلیه، همون سورت میکنه. منتها سلف دات گراد رو میده 1، یعنی این بکوارد رو ما واسه اون آخری واسه اون ولیو آخر قرار صدا بزنیم. سلف دات گراد رو میده 1 و واسه ریورس توپو نودا رو به ترتیب آندرسکور بکوارد رو صدا میزنه تا کل کامپیوتیشنال گراف ما گردش مقدار بگیره. حالا این سوالی که براتون پیش بیاد، چرا اسم اینو گذاشتیم بکوارد، اینو گذاشتیم آندرسکور بکوارد؟ حقیقتش من اول میخواستم اینو بذارم بک پروپاگیت، اینم همین بکوارد بدون آندرسکور که دیگه اینا با هم قاطی هم نشه. منتها چون میخواستم شبیه پایتورچ بشه، تو پایتورچ هم این متدش دقیقاً اسمش بکوارده، واسه همین اینم گذاشتم بکوارد. این یکی رو گذاشتم آندرسکور بکوارد که اینا با هم قاطی نشه. دقت دارین که اینا دو تا چیز کاملا مختلفه. آندرسکور بکوارد میاد چیلدرن رو گرد میده،
بکوارد کل کامپیوتیشنال گراف ها از نود آخر شروع میکنه، لایه 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 میاد عقب، کل بک پروپاگیشن رو انجام میده، همه این گردا رو حساب میکنه. بنابراین این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن. حالا اونایتون که پایتون بهتر بلدید ممکنه به من ایراد بگیرید که آقا این آندرسکور تو پایتون یه معنی میده. یه متدی که با آندرسکور شروع میشه یعنی این متد پرایوته، یعنی پروگرامر این کلاس داره به بقیه پروگرامرها میگه شما مستقیم نباید اینو صدا بزنید، این قراره فقط تو خود کلاس استفاده بشه. حالا همینطور هم هست دیگه، ما این آندرسکور بکوارد رو اینجا تو خود کلاس استفاده کردیم، از این به بعد دیگه لازم نیست ما اینو خارج کلاس صدا بزنیم، این بکوارد رو صدا میزنیم، کل بک پروپاگیشن رو برای ما انجام میده. بچه‌ها خسته نشدین که دیگه خیلی کمش مونده، دیگه یه کمی دیگه تحمل کنین تموم میشه. یه ذره این جلسه طولانی شد دیگه، گفتم این اتوگرد و شرش رو بکنیم. میبینید که خیلی چیز ساده ایه، در صورتی که کامپوننت اصلی تمام فریم ورک های دیپ لرنینگ همین اتوگردشونه. خب حالا بیایم از این متد بکوارد که تعریف کردیم هم استفاده بکنیم. ما دوباره میایم نورونمون رو تعریف میکنیم، این دقیقاً همون تعریف قبلیه، شکلش هم رسم میکنیم، میبینیم که همه گردا صفره. دیگه فقط کافیه رو آوتپوت یه دات بکوارد صدا بزنیم، نه آندرسکورا، دات بکوارد بدون آندرسکور، تمام کار رو انجام میده. الان اگه دوباره رسمش کنیم میبینیم که تمام گردا مقدار دارن، همشون هم مقدار صحیح دارن. خب تمام. آیا کار تمام شد؟ نه. یه کمش مونده، یه باگی داره این. ببینم میتونید بفهمید باگ چیه؟ ویدیو رو پاس کنید خودتون یکم فکر کنید ببینید میدونید باگ چیه. بچه‌ها این گردایی که تا حالا حساب کردیم همه درسته ها، یعنی این باگ هنوز خیر ما رو نگرفته، این تو واسه این سناریو این گردا درسته. ولی این باگ ما کجا ظاهر میشه؟ حالا بریم ببینیم این باگ کجا ظاهر میشه. شما این کامپیوتیشنال گراف رو در نظر بگیرید، ما یه ولیو آ تعریف میکنیم، یه دونه بی میذاریم آ به اضافه آ، یعنی بی خیلی ساده، بی مساوی 2آ. الان اگه ما بی داد بکوارد رو صدا بزنیم مشتق آب چی باید باشه؟ یعنی دی ب به دی آ میشه چی؟ خب وقتی بی هست آ به اضافه آ، د ب به د آ باید بشه 2 دیگه، خیلی چیز ساده ایه. حالا آیا 2 میشه؟ نه، شده 1. چرا شده 1؟ به این دلیل شده 1 که ما توی متدای آندرسکور بکواردمون هر دفعه میایم گرد اووررایت میکنیم. ببینید وقتی که یه فانکشن از یه متغیر 2 دفعه استفاده میکنه یا یه متغیر تو چند تا فانکشن ظاهر میشه، اون موقع ما وقتی تاپولوژیکلی اینو سورت میکنیم واسه چند تا پرنت این صدا زده میشه، یعنی این سلف دات گرد چند بار مقدار میگیره، ولی ما اینو هر دفعه میایم اووررایت میکنیم به جای اینکه با هم جمع کنیم. ما اینو تو اسلایدا هم جلسه پیش داشتیم، بریم رو اسلایدا ببینیم داریم راجع به چی حرف میزنیم. بچه‌ها این اسلاید مال جلسه قبله، ما چین رول رو که تعریف کردیم گفتیم بعضی وقتا یه وریبل تو چند تا فانکشن ظاهر میشه، اینجا x هم تو f هم تو g. بعد گفتیم برای اینا باید ما وقتی گریدینت رو میخوایم حساب کنیم باید با هم جمع بزنیم، یعنی باید d او به dx رو چه از طریق y چه از طریق z وقتی حساب میکنیم با هم جمع کنیم. این اگه توی یه فانکشن یه متغیر چند بار ظاهر بشه، چند بار استفاده بشه، بازم باید با هم دیگه جمع بشه. ولی ما اینجوری که کلاس ولیو رو تعریف کردیم هر دفعه اووررایت میکنیم، هر دفعه مساوی میذاریم. حالا فیکس کردن اینم خیلی ساده است دیگه، بریم رو کد این باگ رو فیکس کنیم. خب برگشتیم به کد، اینجا میبینیم که حتی ویژوالایزرمون هم اینو درست نشون نمیده، یعنی ویژوالایزرمون هم وقتی که توی یه متد یه وریبل چند بار استفاده شده روی هم میکشه. حالا میخوایم کد رو فیکس کنیم، میایم یه مثال دیگه ازش ببینیم قبل از اینکه فیکس کنیم. توی این مثال قبلی توی یه فانکشن 2 بار استفاده شده بود، توی این مثال توی فانکشن های مختلف الان ولیو A و ولیو B هم توی E استفاده شدن هم توی D استفاده شدن، یعنی تو فانکشن های مختلف استفاده شدن. به همین دلیل این گردشون غلطه. الان -2 و 3 غلطه. شما خودتون اگه دستی حساب کنید میبینید که این باید -8 و -3 باشه گرداش، در صورتی که -2 و 3 هست. خب این فیکس کردنش بسیار راحته.
کافیه هر جایی که ما متد آندرسکور بکوارد رو تعریف میکنیم به جای اینکه مساوی بذاریم به علاوه مساوی بذاریم. ما قبلا همه جا مساوی گذاشته بودیم، این هر دفعه اووررایت میکرد. یعنی برای این نود سلف اگه این چند بار صدا زده میشد، این سلف دات گرد هر دفعه اووررایت میشد. ولی ما باید به اضافه مساوی بذاریم، یعنی اینکه آقا اووررایت نکن. اگه چند بار این داره مقدار دهی میشه، که اگه تو متدهای مختلف استفاده شده باشه یا تو یه فانکشن چند بار استفاده شده باشه، این چند دفعه مقدار دهی میشه. هر دفعه با دفعه قبلی جمع باید بشه، نباید دوباره اووررایت بشه. الان اگه اینا رو به اضافه مساوی بذاریم واسه سلف آدر، هر جا این آندرسکور بکوارد داریم که مساوی بود بریم بذاریم به اضافه مساوی، اون وقت این باگمون هم حل میشه. حالا تستش کنیم ببینیم واقعا باگو حل میکنه. این همون مثال به مساوی 2a. ما الان میخوایم که گرد a بشه 2، در صورتی که گرد a 1 بود. الان شد 2، الان درست شد. این همون مسئله دوممونه که الان دیگه -8 و -3 هست که مقادیر درسته. تمام، خسته نباشیم. این جلسه تموم شد. ما یه اتوگرد انجین ایمپلمنت کردیم. اتوگرد انجین قلب تمام این دیپ لرنینگ فریمورک هاست. جلسه بعدی این اتوگرد انجینمون رو یه کمی بهبود میبخشیم، یه کمی فانکشن های بیشتر بهش اضافه میکنیم. بعد میبینیم که با 4 خط کد بیشتر میتونیم نیورال نتورک تعریف کنیم. بعد واقعا میبینید که اصل کاری فقط اتوگرد انجینه، بقیهش دیگه 4 خط کد بیشتر نیست. و بعدش باش واقعا چند تا مسئله حل میکنیم. با اون نیورال نتورکی که خودمون همه چیشو تعریف کردیم چند تا مسئله حل میکنیم. مقایسه این اتوگرد انجین خودمون با پایتورچ هم میره واسه جلسه بعد. جلسه بعد میبینمتون.